السلام علیکم برادران عزیز و هواداران برنامه یوتیوب. چخیلی که شما میبینید این اسباب ما اسبابی درختباری بوده و در حال کارنشایی هم است. ما یک شخص برادر دعوت نمود خواست که از همین اسباب او ما با پررگی معلومات سبب ویران شدن او را با او فهمانیم و با او تعمیر کرده دهیم. چون که شما میبینید این حال در دست من شینه قرار دارد. شینه در حال کارنشایی هم قرار دارد. این حال نوک شینه در مدت زیادها کار کردن انا همین گونه سیب که در حالت بی‌روغنی سرخ شده می استاد، یعنی که فیالت میگم با زبان روسی. فیالت که شد نشانه کارنشایی هم شدن انا همین سیب رو در نظر دارد. برادران عزیز، انا این سیب است برادران و این مفت کرزینه که میبینید شما برادر طول چند ماه میشود. این خوب است در خیالم چون غش بوده. همه این قسم ها رو ما با پررگی عین حال تعمیر میکنیم. شما با پررگی تماشا کنید ما رو برادران عزیز. انا شینه اولا ما همه درجه های راه روی شینه رو که دایی وسط روغن میرود، نه اینکه راه خط سه بوده. در این نقطه ها همه روغن حاصل شده و روغن در این راه ها میگذرد. اول این رو پاک نموده، تمام غشدی های او رو برطرف نموده تا اینکه گرد و غبار از معده چوب یعنی اپیلکا میگویم به زبان روسی از اپیلکا پاک نموده و قربی رفتی زازوری انا همین شینه رو دیده که راه روشتی دنداناش چگونه هست و همین سبب رو دیده در نقطه موضع مخصوص گذاشته. هر یک دندانه او رو با ملاتوک یعنی که با بالغه میگویم به زبان تاجیکی زده نوک‌های او رو تنگ مینماییم به خاطر که سیب راه خود رو گم نکند و در بین دو ترگی نیست با ذره چپ نبوده با از این رو میزنیم، زیرا که دندانه ها با هم پای در پای و خورده روند. باز در اینجا دندانی دیگر است که این دندان به خاطر دندان داخلی درون سیب تاب داده در تنه مفت کرزینه چسبیده است. ببینید هواداران، انا من درباره همین بنزفلش چونه که با شما معلومات داده است برای به خاطر که در داخل این روغن تاب خوردن برادرو محض انا همینجا یک مروک مایده که خورده که حضور دارد که طرف چپ اگر ما تاب دادیم راه با پورکی محکم میگردد روغن رفتنش و طرف راست باز دادیم هوی میگردد. از این طرف روغن به مقدار قطره یعنی کپل نیست به خاطر همون کپل روغنی خورده که با جویچک‌های انا همین شینه مایده کرده میرود. انا ببینیم برادرو، شینه خود دارای دندانه که نتیجه تیل بوده، یعنی که مروک پیچبر و پسبر میگن نتیجه تیل. انا با همون خاطر ایرو ما وصل می نماییم در جای پیشینه خود. ببینیم برادرو، با خاطر که شینه ما سبب نرفتنش تنگیست در اینجا ما شینه رو طرف درستی که دارد اصلی که درخت نخورده است، مثلا اینجا رو پچق نموده است دندان خورده است دیگر طرفش رو میگذاریم. انا ببینین برادرو، برای درخت رو نخوردن دندانش رو که زیاده از 36 دندانه عبارت هسته. مثلا همین سیب سابق صاحب اولش همین رو کشوده و با درستی جمع نمودن همین رو از عهدهش نبرآمده، یعنی که صرفه دوباره پیوست نمودن سیب و شینه همین رو نبرآمده. از ما خواهش نمودن که متخصصان همین ساحه اومده همین رو اسباب درختباری رو تعمیر نماییم. حالا دندانه های مفت در حالی کاواک بودن قرار دارد. برادران گرامی، این چیزی رو که شما حال میبینید این رو مفت میگویند، با زبان تکنیکی مفت میگویند برادران. در ترکیب در تنه مفت تصمه شکل پرژینی بوده که او در حال سخت کردن میوزد و در حال پشت کردن از کار می ایستد. منو در حال صدموی مفت رو بر طرف پیش می نماییم چون که زازورش خردتر می گردد و ای رو مفت رو سخت می دارد. در حال سخت داشتن یعنی می قفد از گردش باز می ایستد. در حال صدموی سه می پرتوید، اینکه این سرخ می شود یا مثلا نمیاد
یا گردش کاری موتورش خوب نمیگردد ما در حالت در حال با دست چپ باشد یا راست باشد مفت رو با طرف پایان زیر مینماییم تا اینکه همه حالت به زبان روسی چی خیلی میگویند روشنینگ میشود ماس روشنینگ میشود و در حال کار کرد یک تا میزنیم مثل سابقش کار میکند یعنی که مفت دیسکارزینه آزاد گشته با حضور کار میکردند اونا من این برادرای عزیز پیشتابی که در دست ما چنانه که میبینید مروک را ما تاب میدهیم انا این اگرانیچینی یعنی که نتیجه تل میگن مقدار شینه رو پیش و عقب با انمی سوراخی میبرد برادر و سوراخی خطی نزدیک کشاد میکند انا ببینید برادر و مرحمت انا چنانه که دید چسبونده ایستادیم انا مرحمت همه دندانه ها رو با پرگی و اصول چسبوندن رو نیست برادر رو فراموش نکنید که دندانه از طرف بالا با پایان دور میزند در حال دور زدن نشهایش باید سینی پایین باشد به خاطری که اگر ما نادرست وصل کنیم میتوند که درخت رو نبرد گرچنده که ببرد هم با اسباب مشکلی ظاهر می نماید معنا شیبه های خصوصی خود را دارد که زیاده از رزمیری 13 boltak خردی رزبدار باشد انا مرحمت برادرو بیناداری خودتان رو با توجه ما ظاهر نمودید و میرسونیم بیناداری خود رو چون که یک برنامه است که برای شهروندان قلمرو جمهوری تاجیکستان خصوصا با شهر دوشنبه یا ناحیه تابس و خصوص هر ناحیه باشد نباشد این برنامه تکنیکی ما که وابسته با اسباب های دیزلی و بنزینی گازی وابسته است ما یکی از متخصصان همین صاحب با درباره شما مشورت میدهیم سایت های ما رو از برنامه سونتجی دریافت نمودن آسان‌تر و مفید قلعه است و نچنه که دید شما در اینجا زازور یعنی که کاواکی صفر رو میگن به زبان تاجیکی همین کاواکی رو ما چگونه از بین میبریم با واسطه در حال سخت نکردن هر دو مروک ببینید برادرو ما انا همین پیشتاب رو گرفته همین نتیجه تله که گفتیم سابق سخنمون ان هم رو برادر کم ترک به طرف راست تاب داده مقدار تاب داده و تاب میدیم که انا سب سخت گردد دندانه های اره درخور در حال خوب و تیز قرار دارد شینه نیز هم در حال به سبب روغن بودنش که کشاد گشته بود ما حالا تنگش نمودیم و یک چند دندانه ای که از او کارناشی هم شکسته بود ما او رو از او جدا کرده انا عین حال ببینید یک دندانش رو آزاد کردیم چون که کشاد شد انا برادر عزیز اون بنزین پیلا یعنی انا این مسئله یعنی روغنی که به دیز مسئله میگویند به زبان روسی به خاطر ماشینای دیزلی مسئله انا این بنزین برادران سوزشواری بنزینی ای 95 در داخل 3 لیترش برادران مقداری 200 گرم به روغن رو علاوه نموده و در حالت تلکان یعنی که او رو آمیخته کرده و با روغن انبارش و به بنزین انبارش که غنجایش بنزین و بک رو ما عین حال با پرگی پر نمودیم و مسئله نیست هم همین خیر روغنی که به خاطر تر نمودن سپای مخصوص هستن اینا ببینیم برادرو دندون سپای عربو رو انا در داخلش مثلا نیست میریزیم از این کم و بیش انا حالا ببینید برادری پتسوز در حال خنک بودن اسباب اره درخبوری انا برادرو این رو میکشیم تو اینکه هوای بسته گردد و در داخل محرک اره تنها هوای بنزین و چی ظاهر گردد هوای بنزین و هوا پوشیده گردد مثلا بالا کردیم پتساس رو کشیدیم فیلتر محکم یک بار دیگه پایین میکنیم و برادر میکشیم چون که میبینید یعنی که با زبان بچه‌های لهجه کوچه ها میگن استارت استاپ